سرخط خبرها: نگرانی مارکت نشینان میوه و سبزی از نبود مشتری در بازار سنگ ماشه جاغوری، افتتاح ساختمان جدید مارکت سنگ‌های قیمتی در کنر، اعتراض افغان‌ها در کرمان و بسته شدن حساب‌های بانکیشان. و در خبرهای ورزشی، پایان مسابقات فوتبال در ولسوالی سیغان ولایت بامیان. بیننده های عزیز سلام، وقتتان بخیر. امروز سه‌شنبه تاریخ 25 جدی برابر است با 14 ماه جنوری سال 2025 میلادی. توجه فرمایید به مشروع خبرها. خرید و فروش در بازار تروبار فروشی بازار سنگ ماشه نسبت به هر زمان دیگر کمرنگتر دیده می شود. فروشندگان بازار تروبار می گویند نبود کار و پول میان مردم باعث شده که مردم کمتری سبزی و میوه خریداری کنند. در حال حاضر در این راستا انواع میوه و سبزی انبار شده که خریداران کمتر دارد. کسبکاران اظهار می‌دارند در صورتی که سبزی و میوه آنان به فروش نرسد، ممکن به اثر سردی هوا از بین رفته و دکانداران از این سبب متضرر شوند. از سوی هم نبود جای مناسب برای نگهداری میوه از نگرانی دیگری دکانداران و در مجموع باغداران ولسوالی جاغوری میباشد. زمستان یخ هم میزنه، دویم دیگر مردم هم اقتصاد ضعیفه، چندان خرید و فروش سعی نداره. این میتونه خود جانم که در حساب یک دوای دیگر میجی گزاره کردم دیگه. کلپی، سیب، انار، نارنج، کادو، پیاز یا کله، باینجان از بامیه، دور پالک، باینجان سیاه، گشنیز، پیاز، امثال هم دیگه. والله هر کار از خود یک سختی خود داره دیگه، درسته؟ اگر نه دیگه او هم موشه که یخ زد، موشه که یخ نزد دیگه. حالا یک ذره کوشش می‌کنی دیگه، کوشش کنی یخ نزد، داخل دکان می‌ذاره دیگه که یخ نزنه. افتتاح ساختمان جدید مارکت سنگ‌های قیمتی در کنر. این مارکت تجارتی که دیروز رسما افتتاح گردید، از بودجه شاروالی این ولایت ساخته شده است. ساختمان این مارکت در 5 طبقه و دارای 40 اتاق و سایر امکانات لازم به صورت معیاری کار شده است. شماری از مردم و مسئولین ساخت این مارکت تجارتی را گامی مهم در زمینه رشد اقتصادی این ولایت دانستند. آنان گفتند که با ساخت این مارکت تسهیلات لازم برای فروشندگان سنگ‌های قیمتی و تاجران فراهم شده است. دستگاه‌های برق حرارتی در برخی ولایت‌های افغانستان فعال است. حکمت الله میبندی سخنگوی شرکت برشنا گفته است که دستگاه‌های تولید برق حرارتی همکنون در ولایت‌های کابل، فرا، زابل و پکتیکا فعالند. آقای میبندی در این باره افزوده که دستگاه تولید برق حرارتی در پایتخت توانسته است یک بخشی از نیازمندی به انرژی را تامین کند. بر بنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب، افغانستان دارای ظرفیت تولید 23000 مگاوات برق از منابع آبی، 67000 مگاوات از منابع باد، 222000 مگاوات از منابع آفتابی و 6000 مگاوات برق از منابع حرارتی است. اعتراض افغان‌ها در کرمان و بسته شدن حساب‌های بانکیشان. شماری از اتباع افغانستان مقیم ولایت کرمان از مسدود شدن حساب‌های بانکیشان در این ولایت خبر دادند. در ویدیویی که به رسانه‌ها رسیده نشان می‌دهد شماری افغان‌ها در مقابل برخی از بانک‌های ولایت کرمان با مسئولان جر و بحث می‌کنند و دلایل مسدود شدن حساب‌های بانکیشان را سوال می‌کنند. این مهاجران می‌گویند که اداره‌های محلی مالیات گفتند از زمانی که اتباع در بانک حساب باز کرده‌اند باید 40% مالیات بپردازند. بیشترین اتباع افغانستان ساکن در ایران کارگر ساده هستند که با حساب بانکی اجاره و قبض آب و برق خود را می‌پردازند. وقوع انفجارهای شدید در نقاط مختلف اوکراین. رسانه‌های اوکراینی از وقوع انفجارهای متعدد و مهیب در ساعات اولیه صبح امروز سه‌شنبه در مناطق مختلف این کشور از جمله کیف خبر دادند. طبق گزارش‌ها آژیرهای خطر در مناطق مختلف اوکراین به صدا درآمده و مسئولان اوکراینی هشدار حملات هوایی در سراسر این کشور صادر کردند. رسانه‌های اوکراینی در این باره نوشتند همزمان با اعلام وضعیت هشدار هوایی، صدای چندین انفجار در شهر سومی در شمال اوکراین شنیده شد. آزمایش موشکی تازه کره شمالی در آستانه بازگشت ترامپ به کاخ سفید. در فاصله کمتر از یک هفته مانده به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، کره شمالی در روز سه‌شنبه 25 جدی چندین موشک بالستیک کوتاه‌برد شلیک کرد. با گزارش ستاد مشترک ارتش کره جنوبی که تحرکات همسایه شمالی را رصد می‌کند، این موشک‌ها که ساعت 9:30 صبح به وقت محلی از کانگیا در استان جاگانگ واقع در نزدیکی مرز چین شلیک شده بودند، مسافت نزدیک به 250 کیلومتر را طی کردند. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی با صدور بیانیه شلیک این موشک‌ها را
اقدام تحریک آمیز خواند که صلح و ثبات در شبه جزیره کره را به شکل جدی تهدید می‌کند. مسابقات فوتبال ولسوالی سیغان با قهرمانی تیم موج‌های طوفان پایان یافت. مسابقات فوتبال که 2 هفته پیش بین 11 تیم از طرف جوانان این ولسوالی با هماهنگی آمریت ورزشی این ولسوالی برگزار گردیده بود دیروز پایان یافت. بازی نهایی این رقابت‌ها با حضور اقشار مختلف مردم، ورزشکاران و مسئولین ورزشی میان تیم‌های موج‌های طوفان و امید سیغان برگزار شده که در نتیجه موج‌های طوفان با ضربات پنالتی با امتیاز بیشتر قهرمانی این مسابقات را از آن خود نمود. تیم‌های برنده این مسابقات از سوی آمریت ورزشی بامیان با اهدای جوایز و کپ قهرمانی تقدیر گردید. مسابقات فوتبال تحت نام جام زمستانی که از 2 هفته پیش با همکاری جوانان و آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت دایکندی برگزار شده بود، با قهرمانی تیم طوفان پایان یافت. در مرحله اخیر این مسابقات که دیروز برگزار شد، تیم‌های طوفان و تیم اکسبول به مساوی هم رفتند که در نتیجه تیم طوفان با شکست این تیم قهرمان شد. اداره تربیت بدنی و ورزش دایکندی هدف از راه اندازی این مسابقات را رشد ورزش فوتبال و ایجاد وحدت و همدلی میان ورزشکاران عنوان کرده است. بر اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل، ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی امروز سه‌شنبه 25 جدی از این قرار است: $1 آمریکایی خرید 73.50 افغانی، فروش 73.55 افغانی. 1 یورو خرید 75.20 افغانی، فروش 75.30 افغانی. 1000 تومان ایرانی خرید 0.91 افغانی، فروش 0.92 افغانی. 1000 کلدار پاکستانی خرید 256 افغانی، فروش 257 افغانی. از توجهتان به اخبار امروز جهانی سپاس. وقت خوش و خدا نگهدار.